ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори нӯҳум. همین طریق از تحلیل و مقایسه باب‌های منسوب خعام و گاتخا معلوم می‌گردد که روزگاری قوم و قبیله‌های مختلف نیاگان ما آریایی‌های کوچمنچی و مقیمی که در زینه‌های گوناگونی ترقیات و انکشاف جامعه قرار داشته سطح بادیه‌گردی و شهرنشینی را از سر می‌گذراندند انعکاس یافته است. تحلیل مفصل‌تری گاتخا را به باب آینده، وطن زردوشت و ظهور پیامبری راستین واگذار نموده با کتاب دوم یشتها رو می آریم. یشتها به قول اوستاشناسان نسبت به گاتخا و دیگر قسمت‌های یسنا دیرتر تألیف یافته، در آن پاکیزگی و اصالت اوله، روح و روان و پرواز الهام نیایش، صمیمیت احساس و تازگی گفتار کمتر به نظر می رسد. یشتها اصلا سروده ها و حماسه های ستایشی در وصف ایزیدان و پادشاهان و پهلوانان اساطیری بوده. از 21 یشت یا خود داستان، اگر چنین گفتن خلاف منطق نباشد، فراهم آمده است. به تخمین بعضی اوستاشناسان یشتها اول در زمینه سروده های ستایشی خلقی پدید آمده، بعدی تشکل یافتن و آهنگ عمیق اجتماعی و دینی گرفتن به ترکیب اوستا و آثار خطی راه یافته است. یشت نخستین هرمزد یشت به هرمزد منسوب بوده. یشت‌های دیگر با نام 7 امشسپند یشت، اردیبهشت یشت، خرداد یشت، آبان یشت، ماه یشت، مهر یشت، سروش یشت، هام یشت و غیره ذکر شدند. یکی از یشت‌های بلندپایه به فرشته آب اردیویسور اناهید بخشیده شده است. اردیویسور اناهید نامی رودی بزرگ است که از کوه خوکارا حرکت می کند و در دریای اقیانوس فراخ کرت می ریزد. این رود تمام جهان را فرا گرفته از آب تأمین می نماید و در کناری هر یکی از این رود قصری 1000 ستون با 1000 دربچه درخشان برای اناهید برپاست. در هر قصر در تخت بستری پاکیزه برای اناهید گسترده است. اناهید زنی جوان، زیبا، بلند بالا، برومند، چهره آزاده، نیکو صورت بوده، کمربندی تنگی برمیان بسته است. در بالای گردونه زرینی در 4 اسب بسته در آسمان ناز کرده آبهای دنیا را نظارت می کند. در تن لباسهای زرین، گردنبند و دستمانه و موزه های زرین، گوشواره های زرینی 4 گوشه دارد. اناهید یکی از فرشته های بسیار قدیم و معروف در آیین مزدا یسنا می باشد. چطوری که معلوم است در آیین مزدا یسنا
4 عنصر طبیعت، آب، خاک، آتش و هوا را مقدس می حسابند و هر یک عنصر فرشته‌ای دارد. در سراسر تاجیک شهر، ایران شهر، از قدیم تا ظهور اسلام معبدهای این فرشته عمل می کردند. اناهید در میان یونانیان به نام ارتمیس و در ریمیان دانا مورد پرستش قرار داشت. اناهید را در سوخت، خوارزم و باختر نانا می گفتند. نانا معنای مادر را دارد. نانا را حامی شهری پنجکینت می حسابیدند. بزرگ داشتنی 4 عنصر طبیعت و در پایه ایزیدی پرستیدن آنها دیرتر از آیین اوستا به فلسفه یونان زمین، علل خصوص با اندیشه های ناتورفلسفه مکتب میلیت در آسیای صغیر، نمایندگانش گیراکلیت، فالس، انکسیمن، انکسیماندر راه یافته شهرت فلسفه یونان را عالمگیر کرد. از سری موضوع دور نرفته آوردن به مورد است که در تعلیمات زردشتی مکروه ساختنی هر کدام از عنصرهای مقدس آتش، خاک، آب و هوا گناه عظیمترین به شمار می رفت. کار تا جایی رسیده بود که پیروان دین زردشتی جسدی مرده را به خاک نمی سپاریدند تا که از آگنده جسم آنها بخشاینده رزق و روزی آدمیان زمین ناپاک و پلید نگردد. یا خود زردشتیان هنگام ادای طاعت و عبادت دهانشان را با متاع مخصوص پنام می بستند تا که از نفس آنها آتش مقدس و هوای گوارا و معطری آتشکده افلاس نگردد. هوای آتشکده را باشد همیشه با کافور، بخور، هزار اسپند و دیگر گیاه‌های خوشبوی پاکیزه و فارم می داشتند. همین طریق عناصر 4گانه هر کدام به خود آریه‌ای داشت که ستایش و نیایش آنها از واجبات پیروان آیین زردشتی بوده، هر کدام آنها چون ایزیدی آری تبار پرستیده می شد. چنان که بالاتر در مثال اردیویسور اناهیدیش دیدیم، پرستیش ایزیدی دریاها و آب و آبادانی در قلمروی باختر و سوخت و خوارزم خیلی معمول بوده. در پنجکینت آن را نانا یعنی مادر نامی بردند. با نام نانا افاده نمودن مادر تا حال در میان تاجیکان علل خصوص کوهستانی درواز بعضی ناحیه های ولایت ختلان رایج است. این از غایت اعتقاد مردم تاجیک نسبت به آب و آبیاری سرزده است که آنها حتی به آخشا آریه آب و آبیاری خیش عبادتگاهی محتشم بنیاد گذاشته بودند. چنان که در بابی پیشتر آوردیم، پرستیدن آریه آخشا یعنی آریه دریای وخش و آمو از گسترش یافتن پیشه زراعتکاری و کشاورزی و به زینه بلندتری انکشاف رسیدن نیاگان تاجیکان شهادت می دهد. واقعاً در میان مردم تاجیک از بابت پاس داشتن آب صدها عباره‌های ریخته و عبرت‌انگیز موجود است که آب و آبادی، آب منبع حیات مثال آنها شده می توانند. این تصادفی محض نیست، بلکه تجربه‌ای در طول 100 سالها اندوخته خلق تاجیک است که از تار و پود زندگی آنها آغاز می گیرد.
ساحل‌های دامن فراخ آمو، جیهون و سیر سیهون نخستین مسکن آبیاری، قدیمترین باشیشگاه و مرزهای کشت و کار، اولین جای شهرها و شهرستانهای آباد بودند که نه فقط نیاگان ما را سیر می کردند و می پوشاندند، بلکه آنها را سوی تمدن و دولتداری والاتر هدایت می نمودند. از این لحاظ بزرگداشت آب و زمین نه تنها یک وسیله اعتقاد و پرستش دینی، بلکه چون یک مایه آفرنده حیات، بخشنده زندگی و دوام سلسله جاودانه هستی پذیرفته می شد. دریاهای جیهون و سیهون با ساحلهای زرخیزشان برحق مقام و منزلت ارزنده مادر خدایی داشتند، زیرا محض آب و خاک پربرکت آنها بود که در دهها وادی‌های ناپیدا کنار تخم حیات، تخم تمدن و تخم دولت و دولتداری تاجیکان کشته می شد. تمدنها می سبزیدند و زوال می یافتند، لشکرکشان می آمدند و می رفتند، سلاله های پادشاهان خودی و بیگانه یکی جای دیگر را می گرفتند، ولی پهناهای حاصل خیزی رودی آمو و سیر این سلسله رفتن و آمدنها، شکستن و احیا شدنها را عمری دوباره و دوامی زندگی می بخشید. تقدیر تاریخی خلق تاجیک با این دور رودی بزرگ از روزهای نخستینی به عرصه تمدن و زندگی باشعورانه پا گذاشتنش هم آهنگو هم نوا بود و هست. سواری گردونه زرینی در 4 اسب بسته تصویر شدن اناهید نیز دلیلی بی بحثی است که مقام و مرتبه این عالیه آب و آبیاری، رزق و روزی و آبادانی در میان مردم تاجیک پایه بسا بلند داشته است و گذشته از گفته‌های بالایی یاد کردن به مورد است که اندرون اشیاهای خزینه امودریا نسخه طلایی عالیه اناهید سواری گردونه 4 اسبه یافت شده است. این بازیافت شهادت می دهد که هم آثار اویستا و هم خزینه امودریا ته به ته به زندگی نیاگان تاجیکان ارتباط و همبستگی دارند. طرز حیات و پهلوهای مختلفی روزگار تاجیکان در طول 1000 سالها با اساطیر و روایت، حماسه های دینی و فرض و سنتی کیش زردشتی هماهنگ بوده است. تاجیکان بر یک کتف باری زندگی و بر کتف دیگر باری اصالت نیاگان از همه هنگامه های تلخ و شیرین تقدیر گذشته با سروده های گاتها و یشتها خود را تسکین می بخشیدند و باری گرانی روزگارشان را سبکتر می کردند. واقعاً اسب‌های بیده و تیزتک و اشترهای چابکسیری باختری اگر از نظری امروز بگیریم خدمت ماشینی سفری و بارکش را ادا می کردند. توسط آنها راه‌های نوی کاروانگرد شهرت می یافت، زحمت وزنینی دستی آسان می گردید و مهمتر از همه دری تمدن‌های نو و کشورهای دور و نزدیک برویشان گشاده می شد و سوار اسب و گردونه تصویر نمودن عالیه به نهاد روزگار و طرز زندگی مردم تاجیک بیگانه نبوده از تار و پود حیات هر روزه آنها سر زده است. اسب و اشتری دوکوهانه اصلا دست آموز و یار و یاوری نیاگانی تاجیکان بوده در اقصای عالم
با نامی ذاتی اسب‌های باختری و اشترهای باختری شهرت یافتند. در باب قناتی مرد و پایه‌ی ستونی دولت از این باره مفصل سخن خواهیم گفت. شاید خدمتی بی قرینه همین اسب و اشترهای باختری بود که شاهراه ابریشم از دل سرزمین اجدادی تاجیکان گذشته به 4 سمت عالم وصل گردید. درباره قسمت‌های من بعده اویستا، وندیداد، ویسپرت و زند سخن را مختصر کرده همین را می افزاییم که اویستا بزرگترین دستاورد تفکری بشری در عهد قدیم بوده، چون شاه اثری بیزواری عصرها در پیشرفت تمدنی کلی فارسی زبانان خدمتی بی اندازه بزرگ کرده است. اویستا واقعاً در بندی زندگی مردمی تاجیک ریشه دارد و از گذشته‌های بسا دور تا امروز هزارها مثال میتوان آورد که رسم و آیین زردشتی به معیارهای اخلاقی و سنت‌های والای اجدادی ما راه یافته تا انتهای قرن 20 پاینده و بیگزند مانده است. به عقیده یعقوبوف که متن‌های اویستا را از نظر تحقیق تاریخی گذرانده است، این کتاب مقدس پیش از همه سرچشمه تاریخی می باشد. در وی درباره 2 سلسله شاهان آریایی، پیشدادیان و کیانیان سخن می رود که تاریخ 1000 سالهای ملت ما را در بر دارد. محققان تاریخ پیشدادیان را اساطیری نامیده، کوششی تا کدام اندازه دروغ و راست بودن آن را معین کردن نداشتند. تاریخ کیانیان به حقیقت نزدیکتر است، اما در این باب نیز تحقیقات ها کمند. در تاریخ خلق تاجیک در این باره چیزی نیست، حالانکه اویستا یکی از سرچشمه بهترین درباره پیدایش دولت‌های آریایی می باشد. بابا جان غفوروف در اثرهای خود کوشیده است که درباره اولین دولت‌های آسیایی میانه باختر و خوارزم معلومات دهد، اما از سبب کم بودن دلیل‌ها این موضوع ناروشن مانده است. حالانکه در اویستا در بخش‌های قدیمی آن گات‌ها و یشت‌ها درباره کوی‌های به مقابل یکدیگر جنگنده معلومات‌های نادر وجود دارند. این کوی‌ها به مقابل گشتاسب و زردوشت برای دولت و دینی یگانه ساختنشان مبارزه‌های شدید بردند. در این موضوع در شاهنامه نیز سخن می رود. برای دولتی بزرگی آریایی ساختن کیقباد و کیکاووس مبارزه بردند و تا اندازه موفق شدند. امروز اثبات شده است که اویستا ماری مردمی تاجیک می باشد. در ادبیات اویستایی ولایت‌های تاجیک نشین باختر، خوارزم، کابل، سوخت، مرو، پرکنه، فرغانه و غیره ذکر شدند. در اویستا نام یگان ناحیه فارس ذکر نشده است. در اویستا یگان بار از شاهان ماد هخامنشی یاد نمی شود. یعنی این معنای آن را دارد که اویستا پیش از پیدا شدن دولت مادها و هخامنشی ها کتابت شده است، یا کتابت کنندگان از موجودیت آنها معلومات نداشتند. مادام که اویستا در آسیای شرقی، یعنی در آسیای میانه در سرزمین تاجیکان نوشته شده باشد،
پس زردوشت نیز در همین سرزمین به دنیا آمده است. از ادبیات اوستایی به خوبی معلوم است که مادرش دغدغه از ملک راغ بود و خودش از داریج. اوستاشناسان راغ را به ری ایران نسبت دادند که تماما نادرست می باشد. راغ اوستایی همین راغ افغانستانی کنونی است. وطن زردوشت نیز سوخت و باختر می باشد. خلق تاجیک با وجود میراثبر و میراثدار اوستا بودن، باری هم در طول تاریخ از بابت به سرزمین تاجیکان و به ملت تاجیک منسوب بودن کتاب مقدس اوستا بحث نکشاده است. بحث کشادن هم در این موضوع به نتیجه نمی آرد، زیرا اوستا خواه و ناخواه دیگر به آشیان طفلیش باز نمی گردد. مثل طفلی کوچکی که کیها به کمال رسیده و گهواره کودکی برایش تنگی می کند. حکم طبیعت و تاریخ نیز چنین رفته که هم سرچشمه طبیعی و هم سرچشمه معنوی برای شاداب نمودن تشنکامان آفریده شدند. نخستین قاموسنامه جهان، نخستین کتابی زرنوشت و دینی مکملی عالمی متمدن، نخستین حماسه و سروده های بی قرینه هزار ساله های دور اوستای جاویدانه دیگر در قالب سرحدهای کوچک نمی گنجد، زیرا همه گونه سد و مانعه و حدودهای صنعی را شکسته کیها با اقیانوس تمدن جهانی آمیزش یافته است. بزرگترین ثواب در سنت اوستا و در سنت تا امروز زنده ملت تاجیک آب دادن به اشخاص تشنه و افتاده حال است. بگذار اوستا با سنت‌های والایش تشنگی تشنه حالان را بشکند و خدا کند و به ثواب آن ملت جفا کشیده تاجیک نیز شریک باشد. وطن زردوشت و ظهور پیامبر آیین راستین. یادم می آید که 10 سال پیش روزهای انجام یافتنی درب غله شماره از مجله صدای شرق به دستم افتاد که در آن گاتهای زردوشتی سپیتمان درج شده بود. آن وقتها روزنامه و مجله ها را راست به اداره خواجگی می آوردند و من صبحی بر وقت بسته هفتوار و ماهنامه های مالامالی بوی مطبعه را گشاده آنها را یک یک از نظر می گذراندم. با وجود تنگی فرصت مواد خواندن باب را همراه هم می گرفتم و در میانی گیروداری هر روزه کار ساعتک وقت یافته چیزهای شوق‌آور را مطالعه می کردم. درباره زردوشت کم و بیش از کتاب‌های درسی تاریخ و ادبیات عهد قدیم تاجیک و فارس معلومات داشتم و یگانه پندی که از نوشته‌های او در یادم نقش بسته در بسیار لحظه‌های مشکل برایم الهام می‌بخشید، پنداری نیک، گفتاری نیک، کرداری نیک بود. در آن روزها که راه و رویش کاری وزنین خواجگیداری از کشت و کار سر کرده تا درویدن و کوفتن و در انبارها جا کردن غله، نگاه و بین چاروا و پسی سر کردن مشکلات زمستان، بی تلف گذرانیدن طولگیری و به چراگاه فرستادن رمه از درشتی‌های به مورید و بی مورید، سخنهای تلخ و تهدیدهای راهبری خواجگی وابسته بود و این گونه سختگیری ها یک نوع
معیاری مقرری کار به شمار می رفت، این پندهای عبرت آموز مرا نگهبان و یار و یاور بود. لحظه هایی که خشم بالا می گرفت، قهر و غضب اندرون سینه تلاطم می کرد، سخنهای درشت و تلخ در خانه دل جوشیده راهی به زبان آمدن می جوست. محض همین پندها و پندهای دیگری نیاگان برایم صبر و تحمل و تمکین و بردباری می بخشیدند. و چیزی دیگری که از آن روزها به یادم نقش بسته است، این مناجات و نیایش در وصف زمین، ستایشی پیشه دهقان، مقدس و پاسداشتن آیین کشت و کار و رسیدن به قدری خاک و آب بود که چون حکمتی این پیامبری راستین در کتاب تاجیکانی بابا جان غفوروف بارها به چشمم برخورده و در نهان خانه قلبم آشیان گرفته بود. شاید نشانه از آوان کودکی برایم آشنا بودنی پیشه دهقانی، موسمی کشت و کار و موج گندمزارها باشد که هرگاهی فرا رسیدنی موسمی شدگاری زمین و پاشیدنی دانه، علل خصوص پیش آمدنی فصل نوروز، این پندی از امتحانی 1000 سالهای حیات گذشته زردوشت در گوشم صدا می داد. آن کسی که با دستی چپ و راست و راست و چپ زمین را می راند و می کاورد، به زمین فایده بسیار می آورد. این به شوهری دوستداری مانند است که برای زنی محبوبه در بستری نرم و مزین براحت خوابیده‌اش فرزند و یا نعمتی دیگر می بخشد. زمین با آن کس خطاب می کند: ای آدمی که مرا با دستی چپ و راست و چپ می رانی و کیشت می کنی، در حقیقت من مانده نشده تولید می کنم، همیشه حاصلی فراوان و همه گونه خوراکواری مهیا می سازم. کسی که غله می کارد گویا تخمی نیکی می پاشد. ویدیودات فقره های 25 26 31. اینک آن مجله با مرور زمان مقاوش سودگشته را به دست می گیرم. گاتها را باری دیگر ورق می زنم که مالامالی پند و ترانه هاست. از گاتهای ترانه آمیزی زردوشت بوی زمین، بوی مرزهای سبز و کشتهای حاصل خیز، بوی گوارای نان و گندمی نورسیده می آید. شاید این پیامبری نیک رای و پاک منیش تا لحظه های رسیدن به دیوان و دفتر، به آیین کشت و کار و پیشه برزگری آشنایی داشته است، وگرنه در گاتهای او که می توان سروده های دلی پر ارمانی یک برزگری شاعر پیشن آمید، این سطرها جای نمی یافت. شنونده های گرامی، شما گفتار نهم را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.